با اینکه برخی از زندانی‌ها در فکر بازبینی شدن حکمشان از پی آموزش کدکس جنایی میشوند، برخی دیگر از کتاب‌های درسی زبان‌های خارجی می‌آموزند. شمار زیاد دیگر در سال‌های اخیر توجه به ادبیات دینی دارند. DVV اینترنشنال، یک سازمان بین‌المللی، با راه‌اندازی اقدام کتاب برای محبوسان از شهروندان تاجیکستان دعوت کرده است که در جمع‌آوری کتاب‌ها برای کتابخانه مؤسسه اصلاحی مردانه در شهر یاوان کمک کنند. در اطلاعیه این سازمان گفته شده است که کتاب محبوسان برای از دست ندادن ارزش‌های انسانی کمک می‌کند. برای ارسال به محبس از خواهشمندان تقدیم کتاب‌های ادیبان گذشته و زمانوی، تاریخ، اشعار شاعران کلاسیک و معاصر، اینچنین لغت‌ها با زبان‌های روسی، تاجیکی و ازبکی، قرغیزی و انگلیسی درخواست شده است. یک مسئول اقدام کتاب برای محبوسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در دوام 3 روز اعلان عکس جمع‌آوری کتاب تنها 1 نفر و آن هم برای پیشنهاد ارائه کتاب‌های الکترونی تماس گرفته است. طالب حاجیев، ساکن ناحیه شهر نو که در پی مناقشه با 1 نفر 2 سال و 6 ماه را در محبس شهر دوشنبه پشت سر کرده است، میگوید بیشتر کتاب را برای ذخیره نشدن خوانده است. او میگوید در محبس برای خواندن کتاب فرصت مساعد است و گفته وی 3 تا پراورکا روزانه 1 تا شب، همین 3 تا پراورکا میگذرنید. بعد پراورکا شما چند قدر میخواهید تو میخواند یا که تلویزیون تماشا میکنید، فرق ندارد کدام کتابی که باشد، روسی می انگلیسی می چه خیلی باشد، لفظ یاد گرفتن خوب نیست. مهران خوجه نظر، جوان دیگر که به خاطر یک قضیه مربوط به مواد مخدر 8 سال عمرش را پس پنجره زندان گذاشته است، میگوید محض در زندان کتابخوان شده است. او هرچند شماره دقیق کتاب‌های مطالعه شده اش را نمیداند، اما میگوید دایره نوع کتاب‌هایش محدود به یک مضمون نبود. و گفته وی محبس آنها پر از کتاب بود است، اما او میگوید هر کسی که در بیرون نمیخواند در محبس هم کتابخوان نمیشود. با این حال مهران میگوید محبوسان بعضا سراغ کتاب‌های میروند که در زندان نیستند و پیدا کردنشان به آسانی دست نمیدهد. و قول وی بعد آزاد شدنش دوستان محبوسش از وی کتاب دیوان شمس را درخواست کردند. در زندان‌های تاجیکستان تخمینا 10,000 نفر نگهداری میشوند که اکثرشان مردان میباشند. به فرق از 15-20 سال پیش، حالا در زندان‌های تاجیکستان شرایط کار معین فراهم آورده شده است. این کارها از نظیر خشت‌ریزی، دوریدگری، کارهای کشاورزی، صندوق سازی و دیگرها می باشند. در فرصت بیرون از کار به آنها اجازه نمازخوانی در مسجد نزد محبس و هم کتابخوانی داده می شود.